بسم الله. یه خوشبختی جدید رو شروع میکنیم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ الحمدلله. الله بهتون برکت بده. چایی دارین؟ یه دونه چای بدین لطفا. حالت چطوره؟ خوبم الحمدلله. الله برکت بده. میشه ازم خرید کنی؟ چی بخرم؟ اجناس زنونه دارم. زنونه؟ معز، کارگر ساختمان، کم درآمد، نامزد دارد و قادر به پرداخت هزینه عروسی نیست. سودانی. وسیله دارم. وسیله. چه وسیلی؟ وسایلی که به درد ازدواج میخوره. میشه ببینم؟ ها؟ میشه ببینمشون؟ بله ببین. بازش کنم؟ بازش کنم؟ آره. پس چطوری ببینم؟ بفرما بشین. الله بهت الله برکت به شما بده. هم برکت بده. بشین اینجا. باشه انشالله. چون نمیخوام جلو بقیه بازش کنم. قصد خرید داری یا نه؟ نمیدونم. نمیخوام جلوی اونا شرمنده بشم. ممکن اونا ببینن. میتونی از اینجا ببینی؟ واقعیتشو بخوای الان هیچ پولی ندارم که بتونم چیزی بخرم. صداتو الان نمیشنوم. پول ندارم. الان پول نداری؟ باشه. خب پس یه نگاه بنداز که ببینی. ها؟ میتونی چیزی ازم بخری یا نه؟ خیلی قشنگه. ها؟ خب میتونی چیزی ازم بخری یا نه؟ الان هیچ پولی ندارم که بخرم. اینا قشنگن اما صداتو نمیشنوم. جنساتون واقعا قشنگن. خب اگه نمیخوام بقیه خانوما اینا رو ببینن چون اینا گرونن. درسته. همه چی دارم. ماشاءالله خیلی قشنگن. همه وسایلی که یه خانم لازم داره اینجا هست. خیلی قشنگن. واقعیتش من اینا رو قیمت این خریدم چنده؟ و حالا به مشکل خوردم. نمیدونم چطور بفروشمشون یا اینکه نگهشون دارم. گفتم یه آقایی پیدا کنم که اینا رو بخره چون خانم‌ها معمولا این وسایل رو دارن. درسته. یعنی شاید یه آقایی که داره ازدواج بکنه اینا رو از من بخره. میتونم به قیمت خوب بفروشم اما خریدار پیدا نمیکنم. باور کن حتی پول غذام ندارم. حتی پول چایی که الان سفارش دادم و نمیتونم بدم. فقط میخوام اینا رو بفروشم که بتونم یه چیزی بخرم و بخورم. نمیخوام اگه شرایطشون نداری شرمندت کنم. نه نگران پولش نباش. من برات غذا میگیرم. الله بهت برکت بده. به شما هم من همینطور. واسه گدایی اینجا نیومدم. میدونم نگران نباش. این شرایط برای همه پیش میاد. الحمدلله روزگار میگذره. آره. شما اسمت چیه؟ یادم رفت بپرسم. اسمم معزه. معز؟ معز عادل عمر. خوشوقتم. اوضاع کاری خوبه؟ آره خوبه الحمدلله. الحمدلله. موفق باشی. آمین. همه چی خوبه؟ الحمدلله که همه چی خوبه. لطفاً از حرفام بد برداشت نکن. نه بد برداشت نمیکنم. گفتی همه چی خوبه. آره. اگه بخوای بخری بهت میفروشم. اما اگه نمیخوای آشنایی با تو اینا برام خیلی کافیه. قشنگن. اما الان برای خرید چنین وسایلی پول ندارم. یکم پسنداز دارم ولی میترسم خرجش کنم. اگه میتونستم خرجش کنم حتما ازت خرید میکردم اما الان نه. پس الان شرایطت خوبه یا مثل من شرایطت سخته؟ الحمدلله خوبه میگذره. الله روزی رسونه. الحمدلله. الحمدلله. الله بهتون برکت بده. خانواده داری یا تنهایی؟ آره مادر و خواهر و برادرام هستن. تو خرجشونو میدی؟ نه من ناپدری دارم. اون خرجشونو میده. آها. ناپدری من آها. پزشک و شرایطش خوبه الحمدلله. بذار برم یه چیزی برات بگیرم بخوری. شاید برای خودت پول کم بیاری. نه نگران من نباش الحمدلله میگذره. ای جوون ساندویچ فروشی کجاست؟ همینجا بمون تا من برم و یه ساندویچ اذیتت بخرم و بیام. نمی‌کنم. اذیتی نیست. تو تا چایتو بخوری من برگشتم.
الحمدلله که چای رو نخوردی. الان بهتر میتونی غذا بخوری. من واقعا شرمندم برادر. شما مثل برادرمی. این حرفو الله نزن. بهت برکت بده. واسه خرید این پول کافی داشتی؟ بله. پول. من اومدم اینجا دوستامو ببینم. چی؟ اینجا منتظر دوستامم، الان میان. یعنی پول غذا رو خودت آره ندادی؟ بابا. خودم دادم. دوستم الان میاد، نگران نباش. با هم تماس گرفت. داره میاد. من واقعا شرمنده تو شدم. واقعا چیز مهمی نیست، این حرفو نزن. صدا تو درست نمیشنوم. چیز زیادی نیست. غذا رو بخور. چرا نمیخوری؟ خب من اگه سیر نشدی یکی دیگه برات میگیرم. الله بهت برکت بده. من چطوری این لطفتو جبران کنم؟ چه کمکی از دستم برمیاد؟ نگران من نباش، الحمدلله. فقط غذاتو بخور. هیچ کاری لازم نیست. لهجت یکم مصریه. من یه مدت مصر زندگی کردم و رفت آمد دارم. رفته بودی مصر؟ بله. خب بی‌طرف بگو اگه میتونی از من خرید بکنی بهم بگو. نمیخوام تحت فشار بگذارم. من متاسفانه این روزا پول خرید کردن ندارم. حتی یه سکه هم ندارم. پس چرا وقتی خودت پول نداری به من کمک کردی؟ باید کمک کنم. همه باید کمک کنن. مردم باید به هم کمک کنن. الله ازمون اینطور خواسته. درسته. باید به آدم نیازمند کمک کرد. همه ای ما برادریم. اگه تو اینا رو بخری برای چی میخری؟ چون دارم ازدواج میکنم. باید عروسی بگیرم. تو نامزد کردی؟ آره؟ آره والا نامزد کردم. پس همسر آره داری؟ اما ماشاءالله. چقدر عالی. جریان یکم پیچیده است اما شرایط بهتر میشه. اسمت معتزه؟ معز. معز. همه چی درست میشه. آره همه چی درست میشه انشالله. چیزی که الله برات مقدر کرده باشه به خواست الله بهتر از اول اتفاق میفته. شاید نتونی وسیله این چمدونو بفروشی. شاید. آره شاید نتونم بفروشم. شاید اینا رو برگردونی اما الله کمکت میکنه. شاید هم اصلا مال من نباشه. آره همه چی برمیگرده به قسمت و نصیب. آدم همیشه باید به تقدیر ایمان داشته باشه. درسته. تقدیر مهمترین چیز در زندگی. الحمدلله. کاملا درسته. کاملا درسته. خب معز تو چرا غذا نمیخوری؟ میخورم با خودم میبرم و انشالله بعداً میخورمش. حرفشم نزن. من خیلی ازت ممنونم که کمکم کردی. انشالله همه چی درست میشه. برای ازدواجت وسایل این چمدون کافی هستن یا نه بیشتر لازمه؟ اگه کسی پولاشو جمع کنه و اینا رو بخره کافی هستن؟ اینا خیلی زیادن، گرونن. منم نمیدونم اینا رو چند میتونم بفروشم، اما همه چی درست میشه. همه چی درست انشالله میشه. همه چی درست میشه. خب معز عادل عمر، درسته؟ آره. من برای صبحانه خوردن نیومده بودم اینجا. خب اومده بودم بهت بگم که انشالله توی جشن عروسیت با هم غذا میکنیم. انشالله. بله انشالله. خدا مقدر. انشالله هر چه زودتر. انشالله. باعث افتخارمه که شما بیاین. خب معز این چمدون الان دیگه مال تو شد. مال تو. یعنی چی؟ مال من شد؟ منظورت چیه که مال من شد؟ این مال شماست و میخواستی بفروشیش؟ نه من فروشنده نیستم، به پولشم نیاز ندارم. من اومدم اینجا که تو رو خوشحال کنم. این چمدون کامل مال توه. اون دوستی که ازت خواست بیا اینجا میخواست برای عروسی کمکت کنه. به الله قسم. ما میدونیم که یه همچین چمدونی باعث شده عروسی عقب بیفته و الان این مال تو شد. مال تو شده. واقعا داری جدی میگی؟ یا شوخی میکنی؟ به الله قسم این نصیب تو شد. و چای و ساندویچ هم نصیب من شد. یه بار یه نفری بهم گفت که کارها هر چقدر هم که بزرگ باشن اگه به قسمت‌های کوچکتر تقسیم بشن راحت‌تر میتونیم از پسشون بر بیایم. دقیقاً. شاید به نظر بیاد عروسی گرفتن کار خیلی بزرگی، اما میشه قدم به قدم انجامش داد. انشالله این چمدون کمکت میکنه ازدواج کنی. یه هدیه دیگه هم برات دارم. بفرما. بفرما. این چیه؟ این هدیه ازدواجته. با این پول میتونی همین داری جدی میگی؟ واقعا؟ آخه چطوری؟ به الله قسم. ما میخوایم تو عروسیت خوشحالی کنی. واقعا مال منه؟ به الله قسم اینا مال توه. نمیدونم چی باید بگم. همش مال توه. الله بهت خیر و برکت بده. به الله قسم اینا مال توه. اگه میشه داری شوخی میکنی؟ نه جدی میگم.
دوستم کجاست؟ شما چی به میگی؟ الله قسم اینا مال توه. تمام شد. امروز میری و برای عروسی آماده میشی. ممنون. نمیدونم چی بگم واقعا. جدی الله میگی؟ قسم جدیه. الله بهت خیر و برکت بده. الله بهت خیر خیلی و برکت خوشحالم بده. کردی. دیدن شما یه نعمت بود. الله حفظت کنه. سلامت باشی. خیلی ممنونم. الله بهت خدا سلامتی بده. حفظت کنه. واقعا جدی گفتی؟ آره جدی گفتم. خب ازت ممنونم. مردم چرا باید داری به من میری؟ کمک کنن. باید برم. نه، وظیفه نمیشه. من تمام شد. خیلی لطف کردی. زنده باشی. بذار بگم قراره چی بشه. بعد از عروسی تو 50 تا زوج دیگه هم ازدواج میکنن. ما قراره یه عروسی گروهی برگزار کنیم و انشالله عروسی تو اولیشه. اگه نخوای خیلی زود عروسی بگیری میتونی توی عروسی گروهی شرکت کنی. اما اگه عروسی زودتر از اون برنامه باشه دیگه نصیب ترچی بود. خب تبریک میگم. این لطف اللهه. همه مردم باید به هم کمک کنن. همه اینا نعمت الله هستن. این لطف خیلی بزرگیه. الحمدلله. الحمدلله. ما برای کارم کمکت میکنیم و شاید یه کار جدید برات پیدا کنیم. الله بهت برکت بده. ازت ممنون. میشه شماره تلفنتو بهم بدی که دعوتت کنم؟ بله. شماره‌مو میدم. برو خبر خوب و لطفاً به بمون. من مادرت منتظرم بده. دوستم بیاد. برو مادرتو خوشحال کن. منتظرم دوستم بیاد. دوستت الان نمیاد. چرا؟ شادم بیاد تو رو برسونه خونه. بهت گفته بود بیا اینجا که ما بتونیم ببینیمت. پس الله باید بهت برم سلامتی ببینمش. بده. مراقب خودت باش. الله بهت خیر و شما هم برکت همینطور. بده. مواظب خودت مردم باش. باید به هم کمک کنن و هنوز الله خوبی بهتون وجود خیر داره. بده. منم خیلی ممنونم. الله ازتون بهتون ممنونم. سلامتی بده. الله یارت. بهت برکت بده. خیلی هم ممنون.